بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمدی بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز حدیث در باب این که روزه نگیرید رمضان را به روزه یک روز یا دو روز پیش از رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما. حدیث در باب این که رسول اکرم علیه السلام در این حدیثی که ابو هریره الله تعالی از ایشان راضی باد روایت میکنند، روزه نگیرید یعنی پیش از رمضان به روزه یک روز یا دو روز مگر مردی که روزه میگرفت پیش روزه. این اهل علم، اونهایی که حدیث علم هایی که حدیث شرح میتین، میگن استثناء است از این روزه داشتن، یعنی از این منع بودن انسان هایی که روزی دوشنبه و پنجشنبه هر هفته روزه میگرفتند، طبق سنت رسول اکرم علیه السلام که اون حضرت علیه السلام هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتند، چنانه که ما و شما میدونیم. و یکی دیگر این که انسانی که مانند حضرت داوود علیه السلام روزه میگرفتند، که رسول اکرم علیه السلام در یک حدیث دیگر گفتند که بهترین روزه داوود علیه السلام است. یک روز روزه میگرفتند و یک روز افطار میکردند، یعنی میخوردند. اگر شخص انسان روزه های میگرفتگیش مثلا روز رمضان در روز جمعه درست آمد که روز یکم رمضان روز جمعه میشد و این انسان روز دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت، این انسان میتونه که طبق سنت و طبق عادت هر وقتش روز پنجشنبه را روزه بگیرد. یا که انسانی که یک روز روزه میگرفت یک روز افطار میکرد، روزش میخورد، یعنی که طعام میخورد، یک روز روزه نمیگرفت. یعنی اون انسان هم اگر همین روز جمعه روز یکم رمضان آمد میتواند که اگر روز چهارشنبه روزه نگرفته باشد روز پنجشنبه طبق همون عادت داوود علیه السلام روزه بگیرد روز پنجشنبه را، یا که دیگر روزه هفتم که باشد. مثلا علم ها بغیر از این دو روز دیگر هم استثناء کردن که اونها هم میتونن اون انسان ها هم روزه بگیرن. یکیش انسان هست که نظر کرده که من همین روزه میگیرم و اون روز در حساب روزه رمضان روزه شک به حساب می رود، اما این انسان نظر کرده به خاطر نظرش میتونه میگن روزه بگیره. یا که انسان هست که مثل این عادت زیادتر در زنها دیده می شود که عادت ماهانه میبینن و تمام سال از رمضان گذشته یک روز یا دو روز از قضای روزه سال گذشته شان به خاطر سبب عادت زنانه شان روزه نگرفته بودن، همین دو روزش مانده بود. دو روز بعد رمضان میآید، همین دو روزی که مانده از ماه شعبان میتونن که همین دو روزه به نیت قضای رمضان سال گذشته روزه بگیرن. خوب این یک روز یا دو روز پیش از رمضان به خاطر چی روزه نگیرند گفته در حدیث آمده است. معنای این حدیث علم ها شرح میتین که به خاطر اینکه یک انسان وقتی که ماه دیده نمی شود به این خاطر میگن که شک کرده، یعنی روزه شک است که آیا همین روز از ماه رمضان حساب می شود یا نه. به خاطر همین شک که یک انسان ماه نادیده روزه بگیرد این در اسلام درست نیست، زیرا که رسول اکرم علیه السلام گفتند صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، روزه بگیرید به دیدن ماه و افطار کنید، یعنی روزه خدا بخورید، یعنی دیگر روزه نگیرید به دیدن ماه نو، ماه شوال. به این خاطر گفتند که این روزه شک است، روزه نگیرند. اما انسانی که مثلا در حدیث آمده که دو روز یا بصوم یومی ولا یومین، دو روز چه خیل؟ به خاطر که امکان داره که در یک منطقه تا 3 ماه هوا ابرناک باشد و ماه دیدن نشود. ماه یعنی پیش از ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، اینها
دیده نشود و اون مردم منطقه یعنی از این وسیله هایی که امروز شبکه های اینترنتی که وجود داره، اگر در اون منطقه هایی که دوردستی که کوه باشد و از مردم، از جهازهایی که امروزا برآمده مردم دور باشن و دسترسی نداشته باشن، به این خاطر یعنی برای اونها معلوم نیست که چند روز مانده بر رمضان. برای همین میگن که اونها وقتی که ماه هم دیده نمیتونن و هوا ابرناک هم هست و به شبکه های اینترنتی دسترسی هم ندارن، به همین خاطر 2 روز هم برای احتیاط روزه نگیرن. الله متعال ما و شما را از جمله نجات یافتگان از آتش دوزخ در این ماه رمضان گردانده باشه. بارک الله فیکم.